سلام، خوش اومدید به چنل خودتون. امیر بیگ مستر چطور مطور این عشقا؟ آره، امروز اومدیم بررسی مپ جدید و یک اسکین رایگان و آره تا آخر ویدیو ببینید. آره خدا وکیل، آجی کال آف دیوتی چقدر پیشرفت کرد خدا وکیلی. اصلا در این حدی که دیگه چی بگم خدا وکیله، انگار 2 سال تو کال آف نبودیم. در این حد دیگه از این رو به اون رو شد کال آف دیگه، برگشته به زمان قدیمش، داره برمیگرده. گرافیکش داره به زمان قدیم داره برمیگرده. قبلا اصلا گرافیکش خیلی بالا بود، آوردنش پایین و یکم بینی سازیش کردن واسه موبایل. الان دوباره گرافیکش داره میره بالا، مثل قبل داره میشه و کال آف دیوتی موبایل قدیمی نیست. میدونید بازیه هی به واقعیت نزدیکتر شه، خودتون هم میدونید چرت میشه. نه مثلا همین بازی قبلا مود شب بود، خیلی خفن‌تر و بهتر و اصلا چیزا. الان مثلا میبینید انگار گرافیک رفته بالاتر، میدونید اون حس بازی دیگه نیست اصلا. آره دیگه، خلاصه دیگه همین حرف. آره اینجا بچه اون یکی یارش هم زدم. آره خلاص حس بازیه نیست، حس گیم پلیه نیست. اینطوری میشه دیگه، بهتون گفتم دیگه هرچی نزدیکتر بشه کسل کننده تر میشه بازیه. و آره بچه حاجم و وایتیه رو رد کردم، رفت یه اکانت جدید به جاش گرفتم. اونم ولی یه رونمایی اکانت داریم، خیلی خفنه. و آره خدا وکیلی کال آف پیشرفت کرد، خدا وکیلی اصلا از این رو به اون شد، خیلی خفن شده کال آف دیوتی موبایل. و امیدوارم که ویدیوم کپی رایت نخوره. یوتیوب عزیز لطفا کپی رایت نزن. پلیز نو کپی رایت. آره خلاصه بازیت خوب شده، مثلا مپش یه خورده بزرگتر شده. مپ آلکادراز وارزون موبایله که کلا منقضی شد، کلا وارزون موبایل نابود شد رفت. آره اینجا هم آخر سریال چیز بود، پایتخت فصل 5. یادمون میافتم اصلا یه وضعی واقعی تر شده دیگه. مثلا من خودم واسه خودم به شخص سوال بود که آخر بازی اینا چجوری مثلا چجوری میرن لابی. کم میدونید خفن‌تر شده و راحت‌تر میتونید هضمش کنی بازیه رو. لایک کامنت ساب عشق فراموش نشه. خلاص آره بازیه خوب شده، اوکی. رواله مثلا گانر رو زمین XM4 اومده، 117 اومده، ویوایی هم که هست طبق معمول. باطلابیه دیگه، یکم رنگتون بره بالا پلیر میاد. نگاه کنید پلیر میاد. حالا فعلا چند وقت باطلابیه. الان هم میبینید سرورم میده لیسته با پینگ 54 با فیبر نوری دارم پلی میدم. و حتما ویدیو قبلا رو نگاه کنید، وایگارد رایگان که شما با نت همراه و نت ایران داری پلی میدید، اون وایگارد رو بزنید پینگتون رو از 70 80 حداقل میاره رو 60 65 70 بین سازی میکنن. پینگتون رو ثابت یه جا نگه میداره دیگه، انقدر پرش نداره پینگتون اینطوری. خلاص آره اینجا هم یه رو زدیم، خود کاور گرفته بودم. آره بین سازی تره اینترنتتون و پینگتون ثابت تر وای میسته. و آره خلاص بچه CP دوبل اومده و از نظر من ارزش خرید نداره، اما 80 تا دوبلش 400 تا دوبلش اونا ارزش داره. بالاتر اونا ارزش خرید نداره دیگه، خیلی گرون شده واقعا، نمیشه دیگه مثل قدیم خرج کرد رو بازی. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید، عشق منید. فعلا تا یه ویدیو دیگه، خدافظ، پیس اوت.